سلام، من ندا هستم. به چنل من خوش اومدید. قراره که ما یه مجموعه پادکست داشته باشیم که توش در مورد مسائل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای هنری صحبت میکنیم، بالخصوص در مورد سینما و تئاتر. و هر جفتمون هم تجربه های هم تحصیلی هم کاری در مورد سینما و تئاتر داشتیم و میخوایم این تجربات رو در اختیار شما قرار بدیم. بازم خوش اومدین به چنلم. راستی چنل تینارم داشته باشین. یه سری موضوعات رو اونجا گفتیم و در مورد این موضوعات صحبت کردیم. اگر خوشتون اومد حتما به دوستاتون معرفی کنین و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. اون زنگوله رو بزنین. خب موضوع من در مورد اینه که اولین تجربه من و تینا از دانشگاه رفتن، اصلا از تصوری که از دانشگاه داشتیم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشیم چی بوده و بعد از اینکه وارد دانشگاه شدیم چه تجربیاتی داشتیم و چه تصوراتی داشتیم در موردش. اول از همه اینو بگم که ما جفتمون یه دانشگاه خوندیم ولی سالامون فرق داره. مثلا من سال 97 شروع کردم. تو چه سالی بودی؟ 92؟ من سال 91 وارد دانشگاه شدم. سال 96 هم فارغ التحصیل شدم. رشته‌مون هم یکی. دقیقاً کارگردانی تئاتر خوندیم هر جفتمون. من میخواستم در مورد این موضوع صحبت کنیم که اصلا اولش چجوری بود، یعنی قبل از اینکه بیای دانشگاه چه تصوراتی داشتی؟ مثلا خود من تصورم این بود که میام، چون من توی شهرستان بزرگ شدم و اونجا درس خونده بودم، رشته‌ای نبود که بخونم در واقع نمایش بخونم یا سینما بخونم. اصلا قصدم این بود که بخوام بازیگر بشم. جالبیش اینه و هیچ وقتم نتونستم که این کارو بکنم. یعنی چرا بازی تونستم بکنم ولی بازیگر نشدم هنوز. و اینجوری بودم که خب میام وارد تهران میشم، یک شهر خیلی بزرگ و توی اون شهر وای من اصلا هیچ دانشی ندارم، هیچ آگاهی ندارم. قرار همکلاسیام یه سری آدمای خفن باشن، یه سری آدمایی که همشون توی این کار بودن، امکانات داشتن، آگاهی دارن نسبت به رشته‌ای که دارن میخونن و من هیچی بلد نیستم و من هیچ کاری نمیتونم بکنم. به صورت کامل میتونم بگم مستاصل شده بودم. بعد وقتی اومدی همین جوری بود که فکر می‌کردی؟ نه، که به محض اینکه وارد دانشگاه شدم دیدم همکلاسیام یه سری هستن شبیه خودم، یه سری مثلا خیلی بدتر از خودم. حالا یه سری هم بودن که خیلی بهتر از من بودن، آگاهتر از من بودن، چون امکانات بیشتری نسبت به من بیشتر داشتن. اما اونایی که مثلا آگاهی کمتری داشتن همونایی بودن که مثلا من شهرستانی بودن دیگه. خیلی از شهرستان میان تهران که بتونن هنر بخونن، ادامش بدن، با یه رویایی میان و فکر کنن حالا چون از شهرستان هم میخوای وارد یه حرفه دیگه بشی مثل بازیگری، خب همه فکر میکنن اولین چیزی، یعنی واقعا حقیقت هم همینه، اولین راهی که تو داری اینه که وارد تهران بشی. حالا چه راهی هست که وارد تهران بشی؟ دانشگاهه که خانواده‌های ایرانی بذارن وارد دانشگاه بشی، از طریق دانشگاه بتونی اصلا مهاجرت کنی از شهرت بری یه شهری که امکانات بیشتری فکر میکنی داره. حالا نه واقعا هم داره، امکانات بیشتری داره برای اینکه تو بتونی به آرزوهات و رویاهات برسی. ولی آیا واقعا دانشگاه مسیر درستیه واسه اینکه تو بتونی به رویات که هنر، بازیگری، کارگردانی برسی؟ برای من به شخصه یه مسیری بود برای شروع یه کاری که حالا قبلش فکر میکردم که دیگه مثلا اگر من اصلا از این شروع کنم که من 2-3 سال کنکور هنر میدادم در کنار تجربی و خب مامانم اینا اوکی نبودن که من برم مثلا هنر، ولی خب من هم میدونم انقدر علاقم به این رشته زیاده که با اینکه نه میخونم نه هنرستان رفتم نه علمیشو دارم نه هیچ چیزی ازش بلدم، از سر حالا ذوق هنریم رتبه‌های خوبی می آوردم، یعنی مثلا 1000 میشدم این مدلی. بعد تجربی که این همه میخوندم هیچ نتیجه‌ای نمیگرفتم. بعد میگم که خب من اصلا دوست ندارم، خب همه چیز داره نشون میده که من اصلا آدم یه کار دیگه که دیگه بعد از 2-3 سال
دیگه مامانم اینا اوکی شدن، بابا مامانم همه موافقت کردن که من بیام دانشگاه. آره اتفاقا می‌خواستم ازت بپرسم این موضوع رو که چجوری خانوادت راضی شدن اصلا. همینم یه داستان خیلی جالب و هم برا من هم برا تو، چون اصولا اینجوریان که خیلی مقاومت میکنن، راضی نیستن و اگرم حتی راضی هم بشن باز مثلا سرکوفت میزنن. مثلا خانواده من اینجوری بوده. من در مورد تحصیل اگه بخوام بگم همیشه گفتم، به همه دوستان گفتم، اینجا هم دارم همینو میخوام بگم، اینکه دانشگاه اومدم برای من یک فرصت بود، یک فرصتی که اگر نمی اومدم برای من میسر نمیشد. اصلا نمیتونستی بیای وارد. دقیقاً من اصلا نمیتونستم از شهر خودم مهاجرت کنم. پس دانشگاه یک بهونه بود که بتونم اول که مستقل بشم، از خانواده‌ام جدا بشم، دوم که بتونم آرزوهامو دنبال بکنم. حالا اینکه به آرزوهام رسیدم نرسیدم اون خودش یک داستان دیگه است، و اینکه اصلا بتونم یک زندگی دیگه رو تجربه کنم. برای من دانشگاه اومدن همش بد نبود، با اینکه مفید هم نبود اونجوری که من توی نظرم داشتم. من خیلی رویایی به دانشگاه اومدم، فکر میکردم الان میام دانشگاه به محض اینکه فارغ التحصیل شدم کار دارم، شغل دارم، امنیت شغلی دارم، در صورتی که اینطور نیست. حالا فکر میکنی اگر دانشگاه دیگه ای میرفتی جز دانشگاه خودمون وضعیت فرق می‌کرد؟ مثلا من خودم فکر می‌کردم که اگر دانشگاه تهران میرفتم خیلی وضعیت فرق می‌کرد، هم جوش، هم بچه‌هاش، هم آدمایی که اونجا می‌دیدم، هم استادا. خب همه چیز متفاوته و خیلی هم تاثیر دارن. مثلا استادا خیلی تاثیر دارن تو اینکه تو بتونی چقدر یاد بگیری. اصلا اصل دانشگاه یکی استادا، یکی همکلاسیاته. اگر این دوتا فاکتور خوب نباشن عملا هیچ فایده نداره. یکی از دلایلی هم که واقعا دانشگاه الان واسه اکثریت بیکار فولی شده و خیلی ها نمیرن به خاطر اینه که کسایی که میان دانشگاه اصلا با هدف یه چیز دیگه میان. حالا میدونن که براشون فایده نداره دیگه، حالا خیلی هدف گذاری نمیکنن. قدیما دانشگاه اینجوری بود که هر کی میومد مثلا میخواست یه چیزی بشه تو رشته خودش، به خاطر همین همنشینی آدما با هم تاثیر میذاشت تو نتیجه‌ای که مثلا اون دانشجو میگرفتن. خب اساتیدم بیشتر جدی میگرفتن، الان اصلا اساتیدم جدی نمیگیرن. حالا راجع به این بگو که تو دانشگاه اصلا چه جوری بود تجربت؟ از یه شهرستان اومدی تهران رفتی دانشگاه، اصلا اولین حسی که تو دانشگاه داشتی چی بود؟ خب یه فضای خیلی وارد یه فضای خیلی بزرگی شده بودم که قبلا همچین فرصتی رو نداشتم و خیلی همه چیز برام تازگی داشت. همه چیز بخوام بگم، هم فضاش هم آدماش. کلا ترم 1 و 2 و 3 کلا من یه آدم دیگه بودم، از 3 به بعد یه آدم دیگه شدم. استادای معروف هم داشتی؟ استادای معروف، چون دانشگاهمون معروف به استادای خوبش. آره استادای خوبش. یه چیزی گفتی توی حرفات، میخوام به اون اشاره کنم که دانشگاه تاثیر داره یا نه. دانشگاه ببینید من یه مدت فکر می‌کردم که دانشگاه تاثیر داره. البته اون موقعی که میگم موقعی نبود که خودم داشتم درس میخونم، چون همه توی دانشگاه میگفتن دانشگاه ما بهترینه، دانشگاه ما فلانه، استادای فلانی داره، هر کی بازیگر شده از دانشگاه ما بوده. آره حالا مثلا هر کسی دیگه مثلا میره سوره و یا هنر میخونه بیشتر حالا آره بیشتر استاد میشه یا پژوهشگر میشه، ولی کسی که وارد کار میشه از دانشگاه ما مثلا درس خونده و رفته داره چیز شده. ولی بعدش اینجوری بودم که نه میتونست دانشگاه یه چیزی باشه که مثلا بتونه ما رو با آدم‌های جدی‌تری، اصلا ما رو جدی بگیرن، چون که اون موقع ما رو حتی خود استادا شوخی می‌گرفتن. مثلا دوره شما خیلی خوب بود، یعنی دوره ما اصلا اینجوری بهت بگم که واقعا بدبخت اون ترمای پایین ما که فکر می‌کنن ترم ما خیلی خوب بوده، در صورتی که مثلا استادای معروف وجود داشتن تو خود تئاتر. مثلا اسم ببرم حمیدرضا نعیمی جزء چیز بوده، هم تئاتری هستش، هم میشناسنش، هم استاد دانشگاهمون بوده. ایوب آقاخانی استاد دانشگاهمون بوده که بعد از دوره سال ما فکر کنم 1-2 سال بعد کلا انصراف نیومد. آرزو افشار بودش،
آرش دادگر بودش. اینا همچنان هست. اینا هستن آره، ولی معروفن دیگه، توی تئاتر معروفن. من چه دارم بگم؟ آره بگو. بهار رهنما تو دانشگاه باش داشتیم ما فارغ التحصیل شده بودیم اونور. آره ما فارغ التحصیل شده مثل که فقط یه ترم اومد. آره چون ما هم ندیدیمش، اگه شما فارغ التحصیل شدید سال بعدش ما بودیم. آره یه ترم مثل که اون موقع من فکر کنم داشتم پایان نامه میدادم، یعنی باش درگیر نبودم و با بچهای بازیگری بیشتر باش کلاس داشتم و میگفتن خیلی هم سختگیر و اینجور چیزا. اون بود، یه ترم بیشتر نبود. و قبل ما خیلی آدمایی مثلا احمد دامون بود که اون خیلی معروفه توی، خیلی خفن و خیلی هم معروفه توی تئاتر. توی ترجمه هم خیلی کتابای کلی کتاب داره و خیلی هم آدم واقعا درستی. ما کتاباشو منم فقط دامود از دور دیدم. آره اکبر زنجاپورم بود که ما باش کلاس نداشتیم. الان استادا میان این زیر ما این دوتا رو گردن نمیگیریم. من شاگرد بودم واقعا. آره یه سری هم استاد بودن. حامد نصرآبادیان بود که اونم تو کارش خیلی خوب و خفنه. آره اونم هست دیگه. کسایی رو نمیتونم بگم که خیلی مطرح بودن. امام بخش هم بود که امام بخش تو تئاتر بیشتر، مهران امام بخش هستش. من یه چیز جالبی راجع به کنکور خودم بگم. من خب میگم کنکورم همینطور هی کنکور میدادم، هنر رو به این بهونه میدادم که چند سال کنکور دادی؟ 3 سال. یادم نمیاد 2 سال یا 3 سال. این خیلی عجیبه که یادم نمیاد. بابا کنکور دادی نشستی 3 سال خوندی. آخه چون سال آخر دیگه اومدم دانشگاه دیگه خیلی ولی برای من این مدلی بود که آرزوم شده بود که بیام دانشکده هنر و واقعا وقتی که قبول شدم که بیام دانشگاه احساس می‌کردم که به بزرگترین هدف زندگیم تا اون لحظه رسیدم. یعنی انگار که مثلا بازیگر شدم، همه چی شدم، سوپر استار شدم. یعنی انقدر برای من ارزش داشت چون واقعا اولین قدم بود و خب اولین قدم خیلی قدم مهمیه، ولی متاسفانه فکر می‌کنم انقدر جای درستی اون قدم اتفاق نیفتاد. خب اتفاقی بود، حالا نه اینکه من فکر می‌کردم یه چیز خوبی باشه ولی نبود. ببین آخه نمیشه اینجوری هم نظر داد، چون که بعد خروجی مثلا دانشگاه تهران و دانشگاه سودا اصلا از یه سالی کلا خروجی نداریم. همون از یه سالی به بعد اصلا تئاتر خروجی نداشت. اینا رو همه در نظر بگیریم که الان اونا چی کارن. مثلا ورودی مثلا دانشگاه سوره کجاست، از ورودی دانشگاه تهران کجاست، ورودی هنرهای زیبا کجا، اینا ورودیاشون کجان الان، در کجای تئاتر رسیدن که ما نمیخواستم تئاتری باشم. یعنی نمیخواستم تئاتر اصلا اسم رشته ما تئاتر نبود. وقتی که داشتیم انتخاب رشته می‌کردیم اسم رشته ما بود. نه مال ما اصلا نمایش هم نبود، کارگردانی بود. همین یه عنوان ساده، کارگردانی و بازیگری بود. یعنی نه نمایش داشت در نمایش نبود، گرایش کارگردانی گرایش نه که من یادم خیلی ها اون اوایل میومدن میگفتن ما فکر میکردیم که این سینماه ولی خب الان نمایشه. یعنی یهو مثلا بعد از انتخاب رشته فهمیدیم که رشته اصلی اون نمایشه، گرایش کارگردانی. ما فکر کردیم رشته اصلی اصلا کارگردانی، حالا هم سینما رو هم تئاتر. همین خیلی مهمه، این نکته خیلی مهمه. اگه تو کنکوری هستی و میخوای سینما بخونی و علاقه‌ای به نمایش نداری، اینو بدون، دانشگاه آزاد سینما نداره و اگرم کارگردانی دانشگاه آزاد قبول شد یا بازیگری دانشگاه آزاد قبول شد، در واقع بازیگری نمایش و بازیگری تئاتر قبول شدی یا کارگردانی تئاتر قبول شدی. کلا فکر نکنم که چیز داشته باشه، یعنی یه دونه سینما داره. اگر سینما خودت قبول شده باشی یعنی که توی سینما درس. اما اگه بازیگری، بدون که بازیگری نمایشه، یعنی بازیگری تئاتر. این نکته خیلی مهمیه که من اشتباه کردم، تینا اشتباه کرد، خیلی دیگه اشتباه کردم. این فکر می‌کنم یه تجربه خیلی مهمی باشه که از همینجا بدون، اگر تو اینا رو قبول شدی، این رشته رو قبول شدی، ادبیات نمایشی یا طراحی صحنه، بدون که برای نمایشه. اگر سینما قبول شدی با گرایش مثلا ادیت یا با گرایش انیمیشن یا با گرایش بازیگری که فکر نمی‌کنم کارگردانی داره،
بازیگری هم داره تو دانشگاه الانمون؟ نه اون تئاتر. آره اون تئاتر. اینا یعنی اینکه تو سینما قبول شدی. مرسی این که ما رو تماشا کردین، لطف کردین. خوشحال میشیم که اگر از موضوعمون خوشتون اومد به دوستانتون معرفی کنین و اگر تجربه داشتین مثل ما حتما این پایین برامون کامنت کنین و بهمون بگین که از این ویدیوها بیشتر دوست دارین و اینکه چه ویدیویی دوست دارین براتون آره بسازیم. موضوع به ما بدین راجع به هنر، هر چیزی که بخواین. چه سوالاتی توی ذهنتون در مورد این هست که بتونیم بهتر انتقال تجربه بکنیم، چون این ویدیوها یه حالت انتقال تجربه داره و هدفمونم رضایت شماست. پس خدا نگهدار. خدافظ. چنل منم بیاین بعد از این ویدیو. دقیقاً. بای.